سردارم یک طرف استید هیچ چیکار میکنی؟ سردارم احتیاط کنید. سردارم یک سو استید احوالش چیه؟ نمیدونم سردارم، با گمانم خوب نیست. یعنی با خدای در حال یاری تجلی را جغ زنید. در اینجا یاری چی گپ تجلی. است؟ کاری بود که حاضرها را میکشتند. شما خوابید مگر؟ کی او را با درون راه داد؟ برای چی کسی در نزد حاضرها نیست؟ بیمار در کجاست؟ بیمار متاسفانه مرده است. نباشه در کجاست؟ در نظارت خانه از پس من راه گردید. این طرف بیایید. با این طرف، با این طرف. سرکمیسر، اینها برای شخصی که مرده است آمدند. والکان خبر نداری چی؟ به حاضران حمله کردند. شما با من بیایید. زودتر، زودتر. کو بیدار شو بیدار شو. من در کجایم؟ کو بگو تو با او چی دادی؟ با اینجا. رفیقان کنی راه دید؟ با او چی شده است؟ چی دادی با او؟ عقل نشان دادم. راه درست نشان دادم. اویسته اویسته تر. این دارو را با او داده است. در بیمار خانه میفهمیم. سلامتیش چی است؟ باید او رو به بیمار خانه بریم. باز همه را ویران کردی ایگید. من نمیدانم کی عقلت میدراید. من کاری نکردم آقای دادستان. بیگناهم. آن پلیدان خودشان به من حمله کردند. مرحمت، کامره ها را کشاده بینید. نوار کامره ها را تماشا کنید. آقای دادستان، من شما رو میگفتم. چی شد؟ یک کس لباسهای پلیس رو پوشیده قصد کشتن حاضران رو کرد. چیا میگویی؟ حالا در کجاست؟ او رو به بیمارخانه میبرند. برای این هم میتوانید مرا گناهکار کنید آقای دادستان. چقدر جنایت و گناهی که از همش را به سر من بار کردن گیرید جانتون خلاص میشود. آخر همش معلوم کو. آنها مثل گربه و موش با ما بازی کرده ایستادند. چی دسیسه و اغواهایی میکنند. چی شده است نجیب سردار؟ آدم خودشان سوزندار رو به درون در آورده است. حاضرها را زهرآلود کردند. چخیل سوزنداری زهرآلود. سلامتیش چخیل؟ چی دادنش را نمیدانم، اما به گمانم که خوب نیست. چخیل به درون در آمده است. لباسهای پلیسی را پوشیده بوده است. همه رو یک به یک زیر سوال قرار میدیم آقای دادستان. نگران نباشید، چطور در آمدنش را میفهمم. حتما فهمید خانم سویده. من هم از پی این کار میشوم. اطاعت. واکن شما با بیمار خانه روید. هرگز از بالای سر حاضرال دور نشوید. خوب شده است. اطاعت سردارم. یگان حجت این آدم به طریق فکس آمد. تا حال نامد سردارم. باید روان کرده باشند. کنی رفته یک بین. اطاعت سردارم. ما این خیلی معصیت نکرده بودیم. تو باید مرا از اینجا میبرآوردی. باید کسی نمیفهمید. آنها با من حمله کردند. چخل شدنش را من خودم هم نمیدونم. آرام شو، آزاد میشوی. فهمیدم. در وقتی پرسیش هوشیار شو. کاری کن که وقت درست کشد. پس چیکار کنم؟ در یک لحظه میتوانی که فایده بینی. لبای محترم پروفسورمون چخیلند؟ کمی ناراحت شده است. حالا باشد به بیمارخانه میبرند. کی میداند شاید علاقه مرده باشد. جوهر چی؟ کمی نافهمی شده است. یک چند مدت مهمانی ما میشود در اینجا. دستگیر کردند؟ بله. اگر یگان مشکلات شود بلا با پسش از او خلاص شو. میلش، من خودم این کارو حل میکنم. حاضرال به اینجا می آید. وقتی که اومد پلیس ها را از اینجا دور کرده او را به جراحی کرد. دیگرش را ما حل میکنیم. خوب شده جناب، گفته‌تان را اجرا میکنم. کایا مینیک هم اشتراک میکند جناب؟ آیا مینی که من از این خیل محفل ها دور میگریزد؟ البته که می آید. دوان آنها چیکار کردن؟
انشالله که حاضرال را نجات دادن. با نجیب سردار زنگ زنم. بعد زنگ میزنیم. تست زنگ زده خشمگینش میکنیم. حیات حاضرال در خطر است. اگر خشمگین شود برای من میشود، چرا برای تو شود؟ کنی تلفن را ده. سردار وضعیت حاضرال چه خیلی است؟ متاسفانه دیر کردیم. او را به بیمارخانه بردیم. با بیمارخانه بردن؟ یگی چی حال دارد؟ یگان بار هم نزد من نآمد. مدت دراز آمده نمیتواند. بیفایده نگران نشو. این گپ چی معنا دارد؟ معناش این که ثابت یگی سرش را در بالا ماند. آخر او خواست مرا نجات دهد. مسئله در این نیست. یگی در اینجا یک کس را کشت. ثابت. چی؟ در نظارتخانه یک کس را کشت. سردار تو جدی میگویی؟ شاید خطا فهمیده باشی. یگیتی که من میشناسم از پیش خودش با یگان کس حمله نمیکند. آن طرفش را محکمه قرار میدهد. برای دوستت غمگینم، مرا میبخشی. باید خاموش کنم تلفن را. انیق در اینجا بازی هست. عجبا چخیل با پیش او روم. چخیر رفتم برادر. از اینجا نمیبرای. کنی دراز کشیده استراحت کن. نه من باید روم. تلفن را گیر. اینقدر یک را بده ای تو برادر. کنی اینجا بیا. اینجا خواب کن، مرا سرگردانه کن. چیکار میکنی برادر؟ ببخشی برادر جان. کمتر پس همشیره که اومد تو را خلاص میکند. تو جنایت کرده ایستاده ای. نکن. با تو میگویم نکن. خالی در اینجاست، من رفتم. نکن. خدا حافظ. چیکار میکنی برادر؟ ایستا با که میگویم اینجا بیا. اینجا بیا. نرو میگویم. کلید را بیار. اینجا بیا میگویم. بیمار رو دیدید؟ تشخیص رو ما انجام رسوندید؟ ما تشخیص خون رو انجام دادیم. مرحمت بروید. جوهر آلتون، آیا تو میدانی که جزای دستگیر شدن شخص قاتل چی می باشد؟ من تنها راست ایستاده بودم. چگونه جزا؟ راست؟ برای راستت 25 سال میگیری. و فکرم برای تو برای این آدم عادلانه نیست، اما تو قضاوت کن با 25 سال. حالا باشد کنی فرمان. از کی فرمان رو گرفتی؟ من از کسی فرمان نگرفتم. خودم نقشه کشیدم، خودم در آمدم و خودم کشتم. دارو را، لباس ها را از کجا گرفتی؟ دارو را از دکان قسم های احتیاطی گرفتم. کرده را باشد آچم دوخت. او از خوردی هم میخواست که من پالیس شوم. مادر من هم در کودکیم آرزو میکرد که من دکتر شوم. تو با کی مسخره بازی میکنی ها؟ میدانی که در مقابلت کیست؟ دندانهایت را کنده میپرتایم. مرا دیوانه نکن. مثل آدم میفهمانی. فرمان را از که گرفتی؟ دارو را، لباس را از کجا یافتی؟ مثل بلبل میسرایی، یک به یک میگویی. مرا فهمیدی؟ میبخشی سردارم. پرونده جنایتکار آمد. پلیس پیشی نبوده است. وقتی که در غرب کار میکرد از روی او شکایت بسیار آمده است. نامش در تمام کارهای سلاح دزدی و قاچاق با قید گرفته شده است. انا از تشکیلات بوده ای ها؟ روی سیاهی بشرم. از پشت شما بر این احمقان تشکیلات همیشه گپ میشنوم. با چشم انسان ها نگاه کردن نمیتوانید. تو یک طرفیست. برای چی یک طرفیستم سردارم؟ روی این خیل انسان ها رو سیاه کردن لازم. وقتی که این نابکا رو میبینم دلم به حضور میشود. دل همه به حضور میشود. داروی به حضور دیگر خیلی میباشد. این خیلی نه. احوالش بسیار بد است دکتر. در حال او را با جراحی برید. جراحی؟ اما تا حال نمیدونیم چی واقعا رخ داده است. کاری شما نباشد. شما دخترید یا من؟ خوب شده است دکتر. در حال او را با جراحی برید. مایلش. زودتر با جراحی خانه برید. جناب دکتر، بیمار را کجا میبرید؟ کاری تو چی؟ ما با این بیمار جوابگوی میباشیم. بگوی او را با کجا میبرید؟ با جراحی خانه. مانید فوراً رفتن لازم. او در دم مرگ است. آیا میخواهید که در روزنامه ها نویسند که پلیس با ما اجازت نمیدهد که بیمار را تشخیص کنیم؟ مایلش او را برید، اما ما در نزد در میشویم. درون برارید. به من نگاه کن جوهر.
مهلت تو امروز اعتبارا تمام شده است. تو خوب میدونی که این آدم ها مثل تو بر این چندین کس را استفاده برده پس از آنی که کارشان تمام شد تو را کشته میپرتایند. عقلت را کار فرما. من یگان کس را نمیشناسم. ادوکات میخواهم. من هم حق دارم. آرام شو کنی. اگر آرام نشوم چیکار میکنی؟ اینجا بیا. تو را باید نغز قبلتو کوب. اینجا بیا کنی. اینجا بیا. آرام شو مرد بچه. سویلای تو ما رو در بیرون انتظار شو. نه سردارم، این دیوانه چیکار کردنش را نمیداند. در اینجا میایستم. با تو گفتم برا. مایلش سردارم، من خوبم. حاضر دارو میدهم. تستر ده. این کار بسیار دوام کرد. یاری دهد مرا میکشند یاری دهد مرا میکشند یاری. شما کی هستید؟ من کی میباشم؟ پروفسورم مرده ای، حالا در جهنم هستی. اگر به افتاد نگری نباشد تو شیطان میباشی. خوب با خودش اومده ایستاده است. یگان چیز رو نمیفهمم. دوره که جوهر به تو داد اصلا برای کشتن تو نه، برای زنده موندن تو داد. حضورات اکنون برای تو نه پلیس است و نه محکمه. سلامت باشی. نیازی رفته به نجیب سردار فهمان که مرا بیهوده در اینجا نگاه میدارد. نجیب سردار حالا مشغول است سرکمیسر. گوش کن، گوی که اقلا کامیراها را نوارها را تماشا کنن. نیازی حالا در پرسش میباشد نمیتوانم. حاضر چنان میزنمت. خی چی کار میکنی سرکمیسر؟ ای نیازی رفته گپ زن، من خودم میفهمانم. فهمیدی؟ مرا رها کن التماس. نیازی گوش کن، من با آن مخلوق پلید یگان کاری نکردم. مایلش سرکمیسر مایلش. میفهمی کاری نکردم. خوب مایلش. خب کنی امضا کن. در اینجا سخنی نگفتی اما در محکمه یگان علاج نداری. نمیشنوی؟ به تو میگویند امضا کن و بعد دفع شده رو از اینجا. حرکت نکنید. نباشد این حریف را میکشم. کار میکنی؟ سلاحت را پرتاب. از اینجا بر اومدن نمیتوانی. در حال سلاحت را پرتاب. حسب بسیار خوب بوده است. از پنیرگیر تو بسیار دوست میداری. باز چه خیلی نگاه داری؟ آخر نجات یافتی کو؟ عین حال بد نه، لیکن عاقبت مرا باز به محکمه میکشند. نه ترس، به یگان جای برده نمیتوانند. تو اکنون اینجا در امنیت میباشی. بسیار خوب، لیکن تا بکی؟ تا وقت رئیس جمهور شدنت. انتخابات هم قریب شده است. برای تو یک حجره کار تیار میکنیم. در اینجا از خانه دیده راحت‌تر میشوی. چه خیلی که نباشد همه دختران رفیقانمان میباشند. برای تو معلومات نامه تیار میکنند.
دیدیم که نشد پیش از انتخابات تو را وکیل ملت میکنیم. اینطور که باشد تو را هرگز دستگیر کرده نمیتوانند. همش را حل میکنیم. آیا انتخاب میشده باشم؟ پروا نکن. کیسه خلق رو با 4 مغز پوچ پول کرده انتخاب میگذارونیم. مثل تو بر این طبیب خوب رو این خلق در یک میشه زدن انتخاب میکنن. خلق به تو بر این طبیب خوب البته رای میدهد. مرا گوش کن. پیش از آنه که در سرت تیر نخوری سلاح را پرتاب. من نپرتایم. این در را شاید نباشد خواهید دید که شتاب در سرش تیر بخورد. سردارم اصلا او را آزاد نکنید. دمت را گیر. در را کشا. با تو بگویم. زودتر. در را کشا. کشا در را. زودتر. کشا. نزدیک نشوید بپرانید. کنون را تیبا میگویم اگر سلاحت را پرتایی به تو ضرر نمیرسانیم. حرکت نکن. تو این طرف گذر. سردارم این ترسانچک یگان کار کرده نمیتواند. پرانده نیست کنید او را. سلاحت را پرتا تستر. اطراف را احاطه کرده ایم. با کجا میروی؟ از دستم دور شوید. دور شوید. با کجا؟ با نجیب سردار کار دارم. نگران نباش. بیگانه نیستم. مرا میشناسم. مایلش گذر. براری کار. تشکر. نزدیک نشوید. رفیقان با قفا روید. کاردار نشوید. سلاحت را پرتا. برایم یک ماشین آماده کنید. یگان کس از خفای من آید. نباشد این آدم را بکشم. مرا شنیدید؟ بکشم. اینجا چی واقع شد؟ همه تا با قفا. خوبید با قفا را. این آدم کیست؟ هیچ کس. تو آرام شو. مرا گوش کن. سلاحت را مان. یگان جای گریز نداری. گوش کن. اول سلاح رو ما میمونیم. بعد تو مان. فهمو؟ سردارم هرگز نگذارید. پرانه دو را. آرام شوید. مرا نگاه کن کودک. عقلت را کار فرما. اگر از اینجا برای دو کوچه پس دستگیر میشوی کارا مشکل ناکرده بس کن. سلاحت را ده. این چی صدا بود نیازی؟ با گمانم صدای تیر بود. کو این طرفیست؟ اشتیان سرکمیسر با کجا؟ نیازی اجازه ده. خواهش میکنم نیازی. از برای خدا سرکمیسر التماس. سرکمیسر چی کار میکنی؟ میم تو خوب هستی؟ خوبم سردارم خوبم. تو چی کار کردنی بودی؟ پراندنی بود سردارم دیده. خیر اگر با میم دو یگان حادثه میشد چی؟ اگر خطا کرده او را میپراندی؟ مأموری عادی میدانم که این خیل نباید تیر پراند. تو با کدام عقلت این کارا کردی؟ با میم دو یگان چیز نشد همین خیل نه؟ یگان جای رفتن نمیتوانیست. در آخر تسلیم میشد. سویلای این را بین. همه شما میدونی جسد تبدیل یافت. گویا که اینجا بسایی باشد. همه با عقل خودش کار کرده ایستاده است. در پایان یک کس را دیگ میزنند. در بالا باشد یک کس را زهر میدهند. دیگران سلاح را به دست گناهکار میدهند. رفیق دیگرمون باشد امنیت را فراموش کرده شخص گناهکار را میپراند. خودش چی گپ رفیقان؟ همه اوشش را به سرش گیرد. خاطر یگان کس را ندیده با دستان خودم او را برآورده پیش میکنم. تو برای چی از حجرت برآمدی نیازی؟ او در اینجا چیکار میکند؟ سردار آخر صدای تیر رو شنیدیم. او را گرفت از اینجا ببر و بیرون نبراید. تو در اینجا چیکار میکنی؟ بیمار نبودی مگر؟ چیکار داری در اینجا؟ نجیب سردار من با شما گپ داشتم. یاری تجدید را چکسنید. آمده او را برد. سویلای تو باشد آید این کار معلومات نمیشته به من بیار. در درون چی گپ شده است؟ شیشه شامپون و قدح ها. از کجا دانم؟ به فکرم شادی و خرسندی کردند. آقای دادستان بینید چی ها به سرمان آمده ایستاده است. این کارها را چخیل میفهمانید. و ما باوری کردند وظیفه دادند.
اما ما همه کار رو برباد داده ایم. چی جواب میدیم؟ چی میگوییم؟ چه جواب این رو دهیم؟ نمیدانم نجیب سردار. در یک روز دو جسد پیدا می شود. این را فهماندن مشکل است. البته این سری همه را گیج می کند. ممدو و نیازی رو با پیش من چسانید. مرحمت آقای داستان. احوال بیمار چه خیلی است؟ کدام بیمار؟ همانی که به جراحی بردید. بله بسیار مشکل بود اما نجات یافت لیکن حیاتش تا حالا در زیر خطر. بیا. لبای سردارم. احوال حاضر آچکل باشد. اقلا با او یگان حادثه نشده باشد. خوب شده است. حالا زنگ زده میپرسم سردارم. ماموران هم در اینجا بودند. لطفاً بگویید گروه خون شما کدام است؟ برای یک رفیق لازم است. چون که شما همیشه در اینجا هستید. در کار شود شما رو جغزینی می شود. او را در مدیریت خودتان محافظت کرده نتوانستید. همین را گفتنی بودم هوشیار باشید. درستتر نگاه کنید. من رفتم. نیازی اینها را جمع گیرد کنید. همه جای آلوده شده است. یگان نامعقولی دیگر نشود. اطاعت سردار. چه کار تو به این درجه رسید تا حال باوریم نمیآید. بیا. سردارم. چی شد؟ متاسفانه خبرها خوب نیست. دکتر گفته است که حاضرال خطر را پسی سر کرده است اما چی؟ گاکان و والکان میگویند که در اتاق جراحی شیشه و قدح های شامپان یافت شد. خلاصه اینکه آنها خرسندی کردند. ممدو تو چه میگویی؟ پیکس و کیامینیک در آنجا بودند. یعنی ما را فریب دادند. مقصدشان حاضرال را کشتن نبوده است. دیوانه میشوم. قسم میخورم که تا قدم راه شد آنها ما را مسخره کرده ایستادند. من از این حالی که داریم ایبو شر میدارم. تو شر نمیکنی ممدو. حالا وقتش. خانم حالا وقت تلفن است مگر؟ بسیار مشغولم. نجیب یک دقیقه ایست. بیشتر بگو. آخر مهم نمی بود زنگ نمی زدم. چی شد خانم؟ تیز گپ زن مرا دیوانه نکن. الپرین سخت بیمار شده است. درد دارد. دارو دادیم اما فایده نکرد. احوالش خوب نیست. نجیب شاید به بیمارخانه بریم. تلفن رو باده. یک بار صدایش رو شنوم. مایلش گیر جونکم با تو گپ زدن میخواهم. الو دادا. پسرم چی شد با تو؟ هیچ گپ نیست. شما گپ اوچم را گوش نکنید. پسرم خوب استی؟ من کمتر پس به خانه می آیم. و بیمار خانه می رویم. مایلش شیر بچه من. ای دادا چه خیل دختور. یک بار تشخیص میکنند و نیمی پولتان را میگیرند. در کار نیست. کار تو با پولش نباشد. بهترش گرمکنک را تعمیر کنیم. دادا شما مونده شده اید. گپ را درست نکن. کنیده بیده. نجیب سلفاش خیلی سخت است میشنوی. خونه باشد یخ کرده است. مایلش من حاضر می آیم. یک با دکتر بردنشون میدیم. کمتر پس می آیم. بخیر است نجیب سردار. آفرین تاب کرده است. یک در تمام می شود دیگرش سر می شود. شفا بخش خودی خداوند است نجیب سردار. درد مرا نمی کشد. فقط با قوت هم می کند آقای دادستان. اگر خواهید من هم آیم سردارم. تو در اینجا است. مسئله یکی چی شد؟ آیا ثبتای کامیرا را دیدیم؟ در یگان قید کامیرا نیست سردار. چه خیل نیست نیازی؟ با گمانم در همان وقت ویران بوده است. انا برای همین به قید نگرفتند. نه اقلا یک بار هم یگان کار را درست کند. یا اینکه عاطف را چیخ زده یک بار سنجد. شاید سعید کرده باشد او.
شما با کار در آوردن نتوانست ایستاده اید. خیر را باشد آزادش کنید. رود. اینجا ایستاده مرا دیوانه نکند. فهم و سردارم. آقای داستان با اجازتتون. یک طرف استید. گشته گشته باز به نظارتخانه افتادم. اول با تو حمله کردن؟ بله عیناً همین طور. تو یگون بار این آدم ها رو دیده بودی؟ نه ثابت، از کجا دیده بودم؟ یکمین بار میبینم. تو از کجا فهمیدی که حاضرال را میکشند؟ پیکاس در بیمارخانه بود. آنها مرا نشناختند. ثابت کاری کردن در کار که من از اینجا تیزتر برایم. نباشد من در اینجا دیوانه میشوم. دیوانه میشوم. من از اینجا میبرایم. تو به محکمه نروی، از اینجا نمیبروی. دوستم تو چه ها میگویی؟ چه خیل محکمه؟ نوارهای کامیرا چی شدند؟ سوختن است و نابود شدند. کامیراها به نوار نگرفتند. یعنی چی خیل؟ این چه خیل میشود؟ اپای رانو، دیلم میگوید که نقشه های خوبی علویان رو از نزدیک آموز. برای چی؟ اگر آنها موفق گردند این به ضرر ارکین کندو می شود. مقصد ارکین کندو چیست؟ دولت رو پراکنده کردن. این خیل که باشد آنها پیش راهی تمامی کارهای نیک رو میبندند. شرط نیست که زیرک و دانا باشه برای این کار. آیا برای دشمن کردن ترکان و کردان نقشه های زیاد نکشیدند؟ حالا باشد با بهانه سنی و شیعه کردن فتنه انگیزی میکنند. میدان ها باشند از احمقان و ابلهان پر شده است که گپی آنها رو گوش کرده دیوانگی میکنند. خودش اپا جان، یک احمق نابکار در این حالت میتواند که ما را زیر خطر بگذارد. راست میگویید. در این نقشه نیک باز ارکن کندو مثل مدیمک وحشیانه انسان ها رو قتل میکند. نقشه عملیات شمره رو به یاد آور. بعد حمله غیر مسلمان نقشه اساسی آنها چی بود؟ سونیان رو با علویان و علویان رو باشد با سونیان جنگ انداختن بود. در چهارم و قهرمان مشره با یک سلاح هم سونیان رو و هم علویان رو کشتند. در حادثه وحشیانه مدیمک سیواس باشد علویان و سونیان رو یک جای جان دادند. اما متاسفانه از خاطرمان این حادثه ها تیز میبرند. گویا که خلق با آسانی بازیچه دستی دیگران میشود. آخر حادثه ها رو خلق سر نمی کند. در مرش علویان مسجد رو میتر کنند که سونی ها بپا خیزند. در سیول باشد علویان امام مسلمانان رو مسخره میکنند گفته در نماز جمعه خلق بپا میخیزد. در هر دو شهر آن شخصان رو کسی نمیشناسد. این کار را کی تشکیل میکند؟ میدونی این کار را گروه های مخصوص تشکیل میکنند. من راست گپ من میخوام دونم که وخوری آینده چی میشود. عجبا چی خیل در آیم. من علاقه دعوت نامم رو گرفتم. من باشم یک ساعت در اینجا فکر کرده ایستادم. رفتیم. تو مرا دیوانه میکنی دوستم. کسی با من دسیسه و اقدام میکنه تو باشی او رو یاری میدی. همینطور نه؟ با خدا یگید من با تو گفتم که با بیمارخانه رفته آدم را با یگید یگام کس را نرا بود میمدو. تو کاردار نشو ثابت. حالا از اونی که در بیرونی امکان داری. با فکری من خودت رو مجبور نکن. تو مگر نمیبینی دوستم بازی میکنند با ما بازی. مرا بهوده دستگیر کردید. من با شما میگویم که یگان گناهی نکردم. کارهای کردگیت رو پیش نظر آور جورا جان. کارهای کردگیت رو دست کن دوستم تو خطا میکنی. اگر این دفعه با محکمه افتی دیگر خلاصی نداری راست به حبس. اگر من حبس شوم دیگر از آنجا نمیبرایم ثابت. اگر که درایی و برآمده نتوانی در این حالت یک راه میماند. هرگز ندار آمدن. چه حال داری ممدوک؟ نپرس. امروز چی بلاهای به سری ما نآمد. خبر دارم. یوسف چکل تو؟ اپای رانو از رازق نمیکنی؟ نمیدونم از او پرسید. سردارم حمله کردن. باز در اینجا. با تو گفتند؟ اکای نجیب چی شد؟ کی کرد؟ یگون اشاره نیست؟ بسیار اشاره است رانو. از حد زیاد اشاره است. از این لحاظ همه چیز آمیخته شده است. خیر من رفتم. خدای من چی گفتم؟ با اکای نجیب چی شد ممدوک؟ چی های نشده است. خودت این رو میدونی. چیزی گوید حق دارد. خدای توبه. رانا وقت داری؟ امشب یک جو نشسته خوراک خوریم. با فکرم تو چیزی میخواهی؟
بگوی چی؟ بیا رویم بعد گپ میزنیم. گفتنی های بسیار دارم. مایلش رفتیم. اپا کاری آبی گرم رو شاید خیریت آبی گرم اومد. کمتر پس گرم کنن که هم گرم می شود. چند پول می شود؟ بزد کارم 150 لیره. مرامت گیرید. تشکر، شب خوش با باشه. شما هم دخترم با راه را نشون دیدم. مایلش به این طرف. سلامت باشه. پول را از کجا یافتی؟ خانم تو انگورا خور لیکن باقشو نپرس. دادا روزی درست تو رو میپرسد. سرم کو بخیز؟ خیز پسرم. دادا شما کی آمدید؟ بیا خیز. با دکتر می رویم. دادا من خوبم. مصرف زیادی چی لازم؟ پسرم گویا که از کیسه ای تو مصرف می شده باشد. تو رو باید به دکتر نشون دهیم. پسرم من برای کی کار میکنم؟ برای کی زندگی میکنم؟ برای تو؟ برای اپات؟ وقتی که شما خرسند نباشید پول یگان اهمیت ندارد. کنی خیز از دکتر رفتن میترسی چی؟ برای چی میترسم؟ نماشد خیز کنی بینم خیز تستر مایلش زنک دکتر معلومات نامه می نویسد. باز چند روز مکتب نمی روم. شاید 1 هفته باشد. نه جانکم تو حالا که این 4 را تمام کردی به میدان بعد از 3 ماه باز میگردی. نه الپرینده دارم شوخی میکند. وقتی که دکتر سوزندو رو میگذارند تو سحر خوب میشوی. غم نخور. چقدر؟ اینقدر. نه سوزندارو اینقدر نیست. من نهنگم. دادا التماس نرویم. با خدا خوبم. شیر بچه داداش اینقدر اوکال به تو هیچ تاثیر نمی کند. پسری مرا نترسانید. کنی الپرین رفتیم. آرام شو کنی از جات خیز. با شیر بچه داداش ما را گوش کنید. این آشیانه خاصه برای حاضران ساخته شده است. دکتر، بیمار، حکیم، همشیره فرقش نیست. غیر از ما هیچ کس را راه ندید. اطاعت جناب سر دکتر. آی برادر ایست کنی؟ ایستید. اینها آدمان پیک هستند. راه دهید گذرند. عرقت را پاک کنم. خیر مزش رو بین. چه خیر مزش. سوختم. اینقدر تون بوده است. خدایا این خوراک تون باید باشد. وای سوختم. میبخشی خصوصیتش همین است. کرم هم هست، شلغم هم هست. جانکم چارماز گرفتی؟ گرفتم جناب. میتوانید روید. از این روز اعتباراً مکان نوم اینجاست. همیشه انتظار شما می باشم جناب. یگان رو شب نشینی کنیم با نغمه و رقص و سرودش. میکنه اما حاضر کمی آیدی کار سخن کردن میخواهم. مرحمت جناب، گوشم به شما.
اویسه پسرم اویسه. بیا کنی بیا. دادا مرا فرارد من خودم را میگردم. تستر بانه نکن پسرم. نجیب اینجا بیمارخانه شخصی می باشد، برای چی به اینجا بیمارخانه بهترین استانبول. رئیس رکلام میکنن زنک. زیبی پسری من باشد اینجاست. همین خیلی؟ با خدا دستی مثال الپرین بودن خوب بوده است و چه؟ اینجا نرخش گران است. زودتر. تشکر پیکاس، خیلی بامزه. یگان خوراک دیگرت را کن کنی خوریم بسیار بولازن میپذی. بریان میکنم. جوشانیده نمیتوانم، آن خوراک میگوید بریانی است. جناب پندهای شما شنیدنی است. ما برای نجات دادن حاضران خرسندیم، اما تا حال پنهانی به سویمان هجوم میکنند. واخوری که با انجمن گذرانده نتیجه چی شد؟ جناب در واخوری چی گپ شد؟ یگان گپی جالب بود. مینیک، من به یگان قمارخانه یا دیگر جای نرفتم. تو در بقا و قندیل بودی و همه را دیده ای. بین استراتژی داهیان دقیقت های زیدیت را میبینم. چونانه که میبینم تا حال نقشه های ما را خوب نفهمیده ای. جناب من بنده شمایم، بنده صادق شما، از تحت دل خدمتگار شما بوده. همچون که مینیک در نزد هیئت حاضرین با دبدبه میگویم که شما جناب پیشگار پیشوای ما میباشید. من هرگز شما را پس زدنی نبودم، مقصدم این نبود جناب. از شما چی میخواستند جناب؟ تمام قوتمان را یک کرده حمله کردنمان را. انجمن بزرگ را هرگز اینقدر خشمگین ندیده بودم، خصوصا نقشه عملیات شمر که در این کار شخصان تجربه دار و مخصوص وظیفه دار و عهده‌دار بودند. آنها را به حیرت آورد، مثل آنه که دم شیر را سر دادند. منتظری افریقایی می باشند. این معنای آن را دارد که با دم شیر بازی کردن خطر دارد. آیا ما مگر دم را سر دادنیم؟ عیناً همین خیال. برای این صیفه را در حال پوشیده و فراموش کردن از ما خواستند که عملیات خونین و دهشتناک را برپا کنیم. اولین که در یک روز 1 ساعت سویقست علیه 3 وزیر دولت کنیم. جناب دکتر، این سوزنده رو برای دودر من مایده نیست مگر؟ یمش خیل؟ آه بسیار خوب. این چیست؟ دیدید که نشد شیر را با تیر زده بیهوش میکنید. آلپرین پسرم تو در مثل شیر میباشی. پسرم تیار هستی؟ با خدا حرکت نمیکنم، گویا که نیستم. من با سوزندارو عادت نکردم. هیچ گپ نی، ما تیاریم. یک دقیقه من میخواهم فکر خود را درباره سوزندارو به شما گویم. این رو بینید. بیمار حق دارد فکر خود را گوید. نه، در تاثیر بد نمیرساند. برای سوزندارو اجازت گرفته شده است. گوش کنید، شما سوزندارو را نکنید، چیزی که میخواهید من میکنم. دادا میشنوید، دیگر پول نمیگیرم، به مکتب پیاده میروم. آفرین. کنه بینم. کنی دراز کش. یک سوزن تمام میشه. گفتنی هستید که کار سروزیر را هم تمام کنیم ها؟ خیر چی؟ مادامی که 3 وزیر را گسیل کردیم، با فکرم یک توی از آنها باید سروزیر شود. این کار سوی قصد خیلی وقتی مرا میگیرد. فتنه و خرخشه بسیار می شود. چه خیلی خرخشه؟ این عملیات زاغنول است. زاغنول است که راهی تو را میکشاید. هنگامی که به سرش زدیم دیگر به خود نمی آید. اما اول باید یک چند کار دیگر را حل کنیم. چی بود از اون کار؟ میدانید امروز یا فردا واخوری فعالان علویان می باشد. آخری وقتا این فعالیت خیلی هم موفق شده است. جناب از این دیدم اگر کاری آسان است. یک بار مدیمک را به یاد دارید. بهترش آدم های سلدار و جامدار حمله کنند.
دیدیم که نشد مهمان خانه رو آتش میزنیم و با سلاح میپرونیم. این مشکلی نداره. این کار را اول به پیکس گفته بودم. او همه تیاری ها را دیده است، اما برای باوری کردنشان باید اول خود را خوب نشان دهم. امشب در تلویزیون یکان برنامه تشکیل کرده میتوانی؟ البته که میکنیم. این کاری آسان است. کسی رو خواهیم دعوت میکنیم. ها بسیار خوب. اگر در این کار موفق شدیم، اقتدار با این کار مشغول شده، ما باشیم با تیم مخصوص ارین ها وزیران را گسیل میکنیم، یعنی 3 ضربه در سرشان میزنیم. انا بعد از این جنجال را بین سنی ها و شیعه تماشا کنید. جناب، من یک اعتراض دارم. میدانید که من به همه چیز باور دارم. من باوری دارم که کلمه ها هم روح دارند. این از چیز حاضرو؟ مرا در حیرت آوردی. برای شما شاید عجایب باشد، اما من باوری دارم که یک قطار کلمه هایی هستند که روح دارند و برای ما ناکامی را می آورند. برای این از شما خواهش می کنم که به جای کلمه های شمر و زاغنول، کلمه های نوی که استفاده نشدن آنها را استفاده کنیم. به ما کامیابی می آورند، راهی نو تازه می بخشند. من راضیم. اوفه، این سوزندارو از کجا برآمد؟ بیایید به خونه می رویم. زنک، شما به نزد ماشین روید. من یک کار دارم، تیز می آیم. خدایا به کجا می روی؟ بیو به خانه رویم. در این بیمارخانه یک شناسم بیمار است. اگر خبر نگیرم عیب می شود. تیز یک دیده می آیم. در حال. من نمیفهمم. بار دیگر تشخیص گذراندن لازم. چی می شود آقای دکتر؟ سردارم برای چی خبر نداده؟ پیشواز می گرفتیم. مهم نبود. حاضرال چه می باشد؟ سردارم مرا می بخشید، اما من نفهمیدم که او چقدر بیمار است. می خورد و می نوشد و شادی می کند، دردی ندارد. آشیانه را تماما خالی کردن. کوشش کردیم که درآییم، راه ندادن. در کدام آشیانه می باشد؟ آشیانه سیوم. یک چیز را پرسیدنیم. برای دعوای محکم کردن دلیل جمع کردن ایستاده اید مینیک؟ جناب، من دلیل جمع نمی کنم. گپ میزنم و در حال گپی زدم در خزینه تیار می شود. کی را دیدنی هستید؟ حالا یگان کس را ندیدم. کمتر پس می بینم. در آمدن به این آشیانه من است. تو هم از ارزروم می باشی؟ گوش کن، من هم از ارزروم می باشم. خوانده می توانی؟ حجره در آخری دهلیز از طرف چپ. سلامت باشی. این را بگیر. جنابان، حالا باشد به شما از همه موضوع اساسی چگونه بستن این حزب را پیشنهاد میکنم. تو را دوست داشتم مجلیسم، برای درآمدت شاد شدم، برای درآمدت شاد شدم. هی هی نه مثلی سروزیر، مثل پیغمبر دوست داشتم، مثل پیغمبر دوست داشتم. تو را دوست داشتم مجلیسم، برای درآمدت شاد شدم. هی دوست داشتم ای سربازیرم، برای درآمدت دوست. به تو نگفتم؟ با بخوری که روزنامه‌نگاران با علویان میگذرانند مرا هم دعوت کردند. اینش باز از کجا پیدا شد؟ سر و کار داشتم با مسئله های دولت، نه تنها کار شماست آقای ممدو. روزنامه‌نگاران تنها خبر دهند و تلویزیون فقط گپ زند، تمام. اگر شما پلیس باشید ما مسئولان روزنامه هستیم. همه چیز رو در او خطا میفهمی. مقصد من این است که حادثه های اخیر رو میدونی که چی خلند. از این گونه واخوری ها باید دور باشی. آینده خودمون رو فکر میکنم. میبخشی ممدو، حالا به سر من سلاح نگذاشتن که ترسم.
суиқасд алайҳи маҳмуд турк ва сармат қаввачиро дидӣ? ба фикри ту ин ду ҳодиса ки пай дар пайи шуд тасодуфӣ буданд? албатта ки не. лекин чӣ кор кунем? ягон ҳодиса мешавад гуфта тарсида нишинем? ин хел ки бошад онҳо бурд мекунанд мемдук. то вақте ки мо тарсида менишинем онҳо бурд кардан мегиранд. ту ҳам рост мегӯӣ. майлаш рав, аммо бо диққат бош. барои ту як армуғон тайёр кардам. гӯш кун. ҳар боре ки армуғон медӯӣ мӯи баданам рост мехезад. хайр бигир. бояд рӯзи никоҳро интихоб кунем. чӣ гуфтӣ? рӯзи чӣ? рӯзи мехостагият охир. сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе, ҷумъа. мисли ҳамин рӯзҳо яке аз рӯзҳои ҳафта яке аз инҳоро интихоб кун. рӯзи никоҳ гуфтӣ? ман дуруст шунидам? о наҷиб сардор, ин чӣ армуғони хуб. кадом шамол туро инҷо овард? чуноне ки ман медонам зиёрати бемор савоб аст, аммо ба фикрам аз ин савоб маҳрум мемонам. дар ин ҷо ягон бемор нест? духтурон эҳтиёҷ ба дастгирӣ доранд. мо барои дастгирӣ омадем. барои ту ягон мушкилие нест ба гумонам? о инҷо хӯрок будааст. лиморо хуб афшурдан дар кор. аз байнаш сар кардан лозим. ин хел дар болояш мепошӣ. бисёр ки афшурдӣ кайфи мухаббар кардан мегурезад. мебахшед, кайфи хӯрок. фақат каме тунд шудааст. муҳим нест. тундӣ барои мо хуб аст. ба фикрам бо шумо шинос ҳастем. оғои профессорро дар телевизион мебинам. ба оғои ҳозирол дар амният шинос шудем. аммо бо ин олиҷаноб якум бор аст ки рӯбарӯ мешавем. ман наҷиб. ҷаноб бошанд? сагор. мебахшед. чӣ гуфтанӣ ҳастед? дар ҳар ҷо номатонро мешунавем. одами рақами як будаед. бо шумо бар ин инсон шинос шудан шараф аст. беморро хаста накунем. агар хоҳӣ дар берун гап занем. беморамон беҳуш аст. гапҳои моро намешунавад ба гумонам. як ошёнаро ба пуррагӣ забт кардаед. дарунашро мисли хона кардаед. духтурону ҳакимҳо дӯстонатон мебошанд. оғои ҳозирол дар коме мебошад. дар 3 рӯз баромадан аз ин ҷо айб аст. ҳамин хел не? агар барояд ҳам аз тарси маҳкама боз беҳуш мешавад. аз як кома баромада ба дигар кома медарояд. ана ҳамин хел. ин ҳолати беҳушӣ мегӯянд, кай ба худу кай бехуд маълум нест. рӯзҳо ҳамин хел гузаштан мегирад. боз нақшаи гирд атрофи калонро кашидаед. боз нақшаи ягон вакили миллатро мекунед. албатта ин кор ки тамом шуд, рост ба кохи раиси ҷумҳур. агар ин хел фикр кунед, хатои калон мекунед. одаматон қадам зада ба маҳкама меравад. ба маёнот медиҳад, имзояшро мемонад. нияташ кохи раиси ҷумҳур буд, қисматаш бошад маҳбасхона. ман ба шумо аксҳои раиси ҷумҳурро ба тариқи почта равон мекунам. дар маҳбас муддати дароз ки мешинӣ, дар болина таги диван монда тамошо мекунӣ. пас чӣ коре ки мекунӣ худат медонӣ. наҷиб,
гапҳоят тамом шуда бошад мо туро нигаҳ намедорем. тамомшавӣ дорад. дар бар қум дар даҳони ман пикас. ором шав. мисли шумо бар ин дӯстонро кай меёфта бошам. боз мехоҳам суҳбат кунам. медонед дӯст мисли занбур аст. баъзан асал медиҳад ширин аст, баъзан мегазад дарднок аст. бисёр гап зада қадру қимати худатро пас мекунӣ. дар ту не ченаки қиматкунӣ аст ва не чашми чен кардан, пикас. гӯш кун, ба сарам як шеър омад. санги ҷавҳарро қимат карда намешавад. агар ягон санги дигар омехта нашавад, ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд, ҳеҷ оҳан ханҷари тезе нашуд. хайр, маро иҷозат диҳед. дар ҳаётам ин қадар хӯроки бемазза нахӯрда будам. зирааш бисёр, гашничаш хуб нашудааст, фаршаш бошад вайрон шудааст. рости гап, шумо дар хӯрдани гӯшти бӯйнок омӯхта шудаед. ба ман худоҳофиз. ман магар бемаслиҳати ту рӯзеро интихоб кардам ки қаҳрат омад. мемдуҳ, ту дар ҳақиқат маро ба занӣ гирифтан мехоҳӣ? инаш боз чӣ хел гап? агар ҷиддӣ набошад, пас барои чӣ ин гапро сар кардам? медонӣ, ман гуфтаниам ки бисёр чизҳоро аз сар гузаронидем ва ҳоло ояндаи худамонро сохтанием. гуфтаниам ки ҳамаашро фикр карда як оилаи хуб барпо кунем. ман як умр азоб кашидам, ягон каси наздик надорам. падарам парвои маро надоранд. ӯ дар дигар водӣ, ман бошам дар дигар водӣ. биё мемдук, мисли акаи наҷиб як оилаи хуб барпо кунем. дар ин масъала ғам нахӯр. ман туро мегирам. модаратро дар айёми кӯдакият гум кардӣ. бо падарат хуб нестӣ. ягон каси дигар надорӣ. ҳамаи инсон рафтори хуб мехоҳад. ҳар шахс дӯст дошта мекобад. баъзан нофаҳмӣ пайдо мешавад. ман нофаҳм нестам. дарав ба худат накаш. гӯш кун, ҳозир хеста меравам. хайр, майлаш, ту бефаҳм нестӣ. рост мегӯӣ. танҳо набояд аз рӯи ҳиссиётамон амал кунем. дар кор шавад, мактаби ҳаётро омӯхтан лозим. яъне акнун мо дар ҳақиқат ба хонадоршавӣ қадам мегузорем. албатта, набошад дар ин сину сол барои ки мактаби хонадоршавиро хонем амихайне. саркомиссар мемдуҳ ҳоло дар куҷо бошад? сонитар зангаш мезанем. ҳаргиз аз инҷо ба ягон ҷои дигар наравед. сардорам. агарчи шуморо наздик шудан ҳам нагузоранд, ҳушёр шавед. онҳо бояд ҳис кунанд ки шумо дар ин ҷо мебошед. нафасҳои кашидаатонро бояд ҳар кадомашон шунаванд. итоат оғой миник. лаббай. дар дандонатон гашнич рӯз шудааст. гапи сардор ба ман маъқул шуд. ба ман ҳам маъқул шуд. саркомиссар, телефони шумо аз саҳар боз 50 бор занг зад. охирон бор кушодам ки хушдоманат баро. чӣ шуд? ба фотиҳ ягон гап шуд магар ниёзе? ба худо ки намедонам, аммо фаврӣ будааст. ман нагуфтам ки дар назоратхона мебошад, гуфтам ки худаш телефон мекунад. хуб карде. ин телефонро гиред, ба ман ягон алоқа надорад. саломат бош ниёзе, ташаккур. майлаш писарам, ҷони ман, гирья накун ҷонаки ман, гирья накун. алло? алло, модар, ман Йигит. писарам, чӣ хелӣ, дар куҷоӣ? чанд бор занг задам, набардошти писарам. бубахшед модар, ман кор доштам. ба хайр аст? ба фотиҳ ягон коре нашудааст? не писарам. пас барои чӣ гирья мекунад? медонӣ чи имрӯз фотиҳ гап зад писарам. гап зад?
چی گفت؟ دادا گفت. دادا گفت پسرم گپ زد. بله گپ زد. من نشنیدم اما هیچ گپ نیست. پسرم کی به خانه میایی؟ فرصت که یافتم البته میایم. وعده میدهم که یک بار تلفن را به فاتحه دهید. انا حاضر میدهم. کنی دادا گو. دادا پسر جانم، شیر بچه من. کو دادا بگو. دادا بگو. کو دادا بگو. گپ زن. شیر بچه من. سرکمیسر خوب هستی؟ نیازی پسرم گپ میزند. کاش که در نزدش میشدی سرکمیسر. پسرم تو را تنها نمیمانم. شنیدی؟ به نزدت میآیم. گوش کن دیگر اصلا جدا نمیشویم. وعده میدهم به تو. پسر جانم، دامادی من فاتح تو رو یاد کرده است. فقط گریه میکند. یگان چاره‌اش را بی نکنم. کم کم بیا خبر گیر. کودک تو رو فراموش نکند پسرم. میآیم بچه جان، البته میآیم. فرصت که یافتم میآیم. شما او را خوب نگاه کنید. شما یگان احتیاجی ندارید. شکر نداریم. اگر یگان چیز در کار شود البته به من بگویید. به خدا در کار نی پسرم. شب و روز برای تو دعا میکنم. خداوند مددگارت باشد. آمین. خدا از شما راضی باشد. فاتحه هم را نگاه بین میکنید. اگر شما هم نمیشدید چیکار میکردم؟ تا بازدید پسرم. تا بازدید. خدا یارتان. اگر خوی در دست دیستد حالا لازم نه نیازی. نجیب سردار ببیند تو را ملامت میکند. باز به خاطر من گپ نشنوی. حالا من را ببین. تقدیری بدم را ببین نیازی. دوستانمان مردند. پدرم مرد. از پیوندانم جدا شدم. همین بس نبود که اینجا افتیدم. تماما بیگناه. سرکمیسر تو بسیار غم میخوری. من اکنون بیشتر جان میکنم. حتما از اینجا میبرایم. پس تو خواهی دید که با آنها چیکار میکنم. روی راست گفتنی هستم که این نقشه علویانی که مقتدر شدند نیتشان این است که عبادتگاه های شما را به مسجد و باباهای شما را امام کردنیان. راست گپ نقشه های آنها این است که علویان را سنی مذهب کنند. دشمنی اشدی علویان که یزید است به عملهایی که امروز کرده ایستادند هیچ به عقل راست نمی آید. ببینید مفتی این دولت میگوید که تلویزیون تماشا نکنید، قرآن خوانید. شما چی آقای جعفر؟ تشکیلات شما تا به امروز زید این سخنان بودند. اکنون امروز شما هم این خیل فکر میکنید؟ انسان ها به جای تلویزیون تماشا کردن مگر قرآن خوانند؟ در مدیمک ما را زنده به زنده به آتش دادنیاند. حالا باشد با بهانه نقشه های صلحشان ما را زنده به زنده گرانیدنی هستند. این نقشه غرضناکی آنها برای سنی مذهب کردنی ما می باشد. عبادتخانه های ما را به مسجدها تبدیل داده باباهای ما را امام کردنی هستند. مقصد و مرام آنها فقط این می باشد. ما را اینقدر ساده فکر می کنند گویا که علویان را از سری نو معرفی می کرده باشند. علوی ها را فقط ما معرفی می کنیم. آنها هیچگاه به مقصد غرضناک خود نمی رسند. سنی مذهب ها در آسیای میانه تا امروز موفق شدند که هویت خود را حفظ نمایند، اما اینجا برادران علوی حق معرفی کردن خود را ندارند، چون که ما به این اجازت نمیدیم. ما انسان‌های مؤثر و روشنفکر و تمثیلگر این سرزمین میباشیم. قوه‌های پسمانده از هویت انقلاب بودن و پیشروی ما میترسند. این قوه‌های قفامانده که مملکت را به عصرهای قفا کشیده برده ایستادند میدانند که در مقابل آنها از همه پرقوت‌ترین ما هستیم. تا با آخرین قطره خونمان با آنها میجنگیم. به ناموس شرفی انقلابیم قسم میخورم که در این جنگ من هم همراه شما هستم. این آدم پگاه در یک میمانخانه همراه عالمان
و روزنامه‌نگاران واخوری دارد. واخوری میگویی؟ باز اینش چیست؟ تو بعد در آمده نامش را عوض میکنی. به جای واخوری همکاری شود. مزد کارم؟ در اینجاست. از عراق آمده است. مال خوب است. وضعیت آنقدر خوب نیست. ملک مال یافته نمیتواند. با این مقدار کار حل نمی شود. کنی یک بار سنجیده بین؟ اینش باز چی؟ من نمیدونم. هیچ چیز نه. زیغ نشو سرکمیسر. چی خیلی نباشد حتما از اینجا میبرایی. این دفعه وضعیت دیگر است. میدانی نیازی آن آدم ها را مخصوص به اینجا در آوردن برای نابود کردن من. اکنون مرا محبس تهدید میکند. فکر میکنی که مرا در آنجا زنده میماند نیازی؟ چی کار کنیم سرکمیسر؟ خدا خودش میداند. من ذره از مردن نمیترسم نیازی، اما پسرم بی پدر کلان می شود. انا همین حسرت مرا می کشد نیازی. انشالله که تقدیری پسرت به مثل تقدیری تو نمی شود سرکمیسر. دیر شد. نه دیر نشد است پدر جان. شما نجات نیابید. زنده میمانید. میدانم زنده میمانم. تو مرا زنده میداری در قلبت. پدر جان التماس این طور نگوید. مرا تنها نگذارید. از تو راضی همسرم. تا وقتی که تو با وطن خدمت میکنی من زنده میمانم. کار ما رو تو دوام میدی. پدر جان التماس مرا تنها نگذارید. التماس. خداوندا چرا من بدبختم؟ چرا بدبختم؟ برای چی؟ اینجا بینای محکمه. اینش باشد راهی که محکمه می روی. یک کار کرده انا به همین جا می درایم. اکا یگون کار کرده نمی شود. می شود. اگر یگید را به محکمه کشند دیگر اصلا نمی براید. فهمیدم اکا فهمیدم. در برآمدگاه محکمه اگر یگید را گیریم خیلی خوب. نباشد دیگر یگید را نمی بینیم. بخیر است نیازی؟ با محکمه می روی سرکمیسر. رفتیم. میلش. با تو حالا کارم تمام نشده است. کاری منم تمام نشده است. آن که را تو کشتی دوستی نزدیک من باش. شرف. خطا میکنید سردارم. تو 1000 بار کردی. من یک بار کنم چی میشود؟ شما میدانید که اگر من به محبس دارم دیگر نمیبرایم. میدانید که مرا به سوی مرگ روانه میکنید. و تو یگان کار نمیشود. آروم شو. من خودم حل میکنم.
خیری ما از امنیت برآمدیم. شما تیارید؟ مایلش. جیگیت این کار رو نکرده است. و فکری من هم نکردم و نمیدانم. از کامیرات حال یگان خبر است؟ نه، عاطف امروز میبیند. عجبا، ما هم رویم به محکمه. یک حادثه بدی رو حس میکنم. میرویم سردارم. من به ثابت باوری ندارم. میترسم که یگان دیوانگی میکند. پس به سری فرمان بشین. آقای تاپتن من با شما سوال دارم. دیشب در یک شبکه تلویزیونی سخنهای سخت گفتید. با این سخنهایتون چی گفتن میخواستید؟ حالا یگان گپی گفتنی ندارم رفیقان. چرا حاضر خاموش هستید آقای تاپتن و سوالهای ما جواب دهید؟ شیرینی گیر شیرینی ترکی از سفران بالا آوردند. این شیرینی ها دعا خوندگی کسی که خورد تیر تاثیرش نمی کند. بر وقت این را نمیگویی پیکاس. گیر شیر بچه گیر. نقشه را میدونی. یک بار دیگر تکرار کردن در کار نیست. همین خیر نه؟ نه در کار نیست. اکا سرمون در بالا نماند. باز دستگیر کرده حبس نکنند. این را فکر کردید؟ یرگال چه ها میگوید؟ تو با ما پمیدار پوسیده آوردی مگر؟ نه اولی جناب، یکم بار از کمتر خواطر می باشد. غمش را نخور، آدم خوب است. لبای مایلش من هم کمتر پس می آیم. خوب چخیل به درون می دروید؟ 4-5 کس را برای غوغا برداشتن جمع کردم. آنها دودوای میکنند. از این فرصت استفاده برده به درون می درویم. بسیار خوب. کنی گیرید یک تاگی دیگر؟ گیر. تا هم گیر. عقلتون را گم میکنید. خور محترم رفیقان، سنی ها و علوی های این سرزمین باید با شعورانه عمل کرده کوشش کنیم که مسئله های خود را حل کنیم. شما ما را و ما سنی ها را باید فهمیم. 80 سال شد که ما اینقدر با یکدیگر نزدیک شدیم تا که غم و غصه و زخم گذشته را تعابت کنیم. آن قوه های مثبی که حادثه های مدیمک، چهارم و مرش را عملی کردند با بعضی قوه های مثبی خوردی دیگر میخواهند که این نقشه های خوبی ما را ویران کنند. ما نیز باید مثل این قوه های غرضناک جسور و دلیر باشیم. برای آینده وطنمان، برای آینده نسل نومان ما باید این نقشه های نیک را عملی و بردوام نگاه داریم. باید برای موفق شدن کوشش کنیم، زیرا راهی دیگر نداریم. با فکر شما این واقعی یگان نتیجه میدهد؟ یک چند سال پیش حتی خیال نمی کردیم که این گونه واقعی می شود. اما امروز دولت این مسئله را بسیار هم جدی قبول کرده است. این خودش به نفع ماست. خودش چه گفت؟ این صدای کیست؟ مرد به دشمنان اسلام،
پلیس را جیغ زنید. جناب در بیرون یک گروه سالاداران و جامداران جمع شده دادگاهی میکنند بسیار. اگر در کار شود به پلیس مراجعه کنید شما کاردار نشوید باز یگان حادثه ناخوشی نشود اهمیت بی‌ندهیم فرق نمیشود. برای زور بکشیم نابود میکنیم دشمنان زور باشه زور میترسم که باز یکون واقعا نشود. من با بیم دوزم میزنم. قرار داده شد که محکوم شونده سمی سعیدم بدون حبس کردن و محکوم شونده یگید گندزالپ را برای جنایت درجه اول محبس کنیم. جلسه آینده 4 مارس برای گوش کردن شاهدان برگزار می شود. جناب سودیا من کسی را نکشتم. آن شخص را من نکشتم بلکه او کشت. من تنها خودم را محافظت کردم. برای چه تلفنش رو نمیبردارد ها؟ کسی سخن گوید میپرانم در جای خطا میکنید. خاموشید. کسی که گپ زند میپرانم در جایش میپرانم. جواب ده. نندو. سردارم با من اجازه دهید رانو به زنگ زده ایستاده است یک فهمم. الو رانو حالا من در محکمه می باشم بعد من خودم زنگت میزنم. چی شد؟ بابا حمله کردن. کی حمله کرد؟ نمیدونم کی حمله کرد. نمیدونم کسی رو حمله کردن. های تو با کی گپ میزنی لعنتی؟ آرام شوید. مالش مرازی. رانو چی گپ است؟ جواب ده. رانو التماس جواب ده. مرا میشنوی رانو؟ رانو مرا میشنوی؟